به نظرتون قیمت یک گوشی چقدر میتونه بالا باشه؟ $1000، $10,000 یا $100,000؟ اگه این گوشی از طلا و الماس ساخته شده باشه چی؟ توی دنیای تکنولوژی گوشی‌های موبایل نقش فوق‌العاده مهمی دارن و کمپانی‌های بزرگ همیشه در تلاشند تا بهترین محصول رو به بازار ارائه کنند. حتی اگه با شنیدن قیمتش مغز آدم سوت بکشه. توی این ویدیو میخوام به معرفی 5 تا از گرون قیمت ترین گوشی‌های دنیا بپردازم که برای خریدن مورد آخر باید یه شهر رو فروخت. شماره 1، گوشی آیفون 3G کینگ باتن. این گوشی یک اثر هنری منحصر به فرده، شامل 18 قیراط طلا به رنگ‌های صورتی، زرد و سفید. به جای دکمه وسط گوشی آیفون از یک الماس 6.6 قیراطی استفاده کردند. این گوشی با اینکه ظاهری زیبا و منحصر به فرد داره، برای استفاده روزمره کاملا قابل استفاده است و تمام قابلیت‌های آیفون 3G اصلی رو داره. این گوشی با قیمتی برابر با $2.5 میلیون یکی از گوشی‌های هوشمند و گرون قیمت بازاره و مورد توجه علاقه‌مندان به لوکس بودنه. شماره 2، گوشی آیفون 3GS گولد استرایکر. این گوشی که بدنه اون از طلا با عیار 22 ساخته شده، در بدنه اون از 136 قطعه الماس استفاده شده. همچنین برای ساخت نشان این آیفون فوق لاکچری از 53 الماس استفاده شده. این گوشی لاکچری که $3.2 میلیون قیمت داره، جعبه‌ای منحصر به فرد که از سنگ گرانیت ساخته شده داره و با چرم و طلا نیز تزیین شده. شماره 3، گوشی آیفون 4 روز ادیشن. این گوشی که در طراحی دکوراسیون اصلی اون از طلا و الماس استفاده شده، اون رو از سایر گوشی‌های بازار متمایز میکنه. در این گوشی برای پوشش دادن به بدنه اون از طلای با عیار 18 و الماسایی با قطر 3.5 میلیمتر استفاده شده. گوشی آیفون 4 روز ادیشن که یکی از لوکسترین و گرونترین گوشی‌های همراه به حساب میاد، با قیمتی بالغ بر $8 میلیون یکی از گرونترین گوشی‌های نسل خودشه. خب دوستان، تا اینجا چطور بود؟ اگر خوشتون اومد مورد آخر رو از دست ندید که فوق‌العاده معرکه است. شماره 4، گوشی آیفون 4S الیت گولد. گوشی آیفون 4S الیت گولد یکی دیگه از شاهکارهای شرکت طراح استرالیایی استوارت هیوزه که در طراحی اون از طلا، الماس و خاکستر سیاه گرانبها به عنوان بدنه اصلی اون به کار رفته. برای پوشش دادن بدنه این گوشی فوق لاکچری از طلای با عیار 24 استفاده شده. این گوشی که یکی از گرونترین و لوکسترین های جهان حساب میشه، ارزشی برابر $9.4 میلیون داره. بالاخره رسیدیم به موردی که قولشو داده بودم، ولی قبلش به هم بگید که به غیر از آیفون گوشی دیگه‌ای میشناسید که انقدر گرون باشه؟ حتما توی کامنت ها به هم بگید. شماره 5، گوشی آیفون 6 فالکون سوپرنووا. این گوشی که یکی از خاص‌ترین و گرونترین گوشی‌های جهان هستش، توسط شرکت فالکون با همکاری شرکت آلمانی برک در سال 2023 به بازار عرضه شد. در طراحی فوق‌العاده این گوشی استفاده از یک الماس صورتی بزرگ در پشت گوشی اون رو از سایر گوشی‌های موجود در بازار متمایز می‌کنه. این گوشی که از طلای 24 عیار ساخته شده، در پوشش بدنه اون از موادی مانند طلا، الماس و چرم استفاده شده. این گوشی فوق‌العاده لوکس که قیمتی حدود $48.5 میلیون داره، یکی از گرون قیمت ترین گوشی های دنیا در سال 2023 شناخته شده.
دوست من، مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی. کانال من رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن که از دیدن ویدیوهای جذاب من غافل نشی که تو رو حیرت زده میکنه. تا ویدیوی بعدی، بدرود.